برادران تاجیک و ازبک، امور دوست حمایتگر شماست. امروز برای قانونی بودن در قلمرو فدراسیون روسیه همچون مهاجر مهنتی که همه شما را مهاجر هستید در رقم کنانی مهاجرت اشتراک کردنتان لازم است. رقم کنانی مهاجرت یک کلید رقمی است که شما از امور هنگام کوچیدن و بینای امور میگیرید. وقتی که شما کلید را میگیرید، شما باید با این کلید هر روز مهاجرتی بودوباش خود را در روسیه گشایید. این چگونه صورت میگیرد؟ باید هر روز توسط این کلید شما عکس خود را سلفی به امور فرستید. در زمینه علامت سرعه می توانید یک عکس را یکچند مرتبه فرستانید. شما می توانید عکس های گوناگون در جاهای گوناگون، در جای کار، در حولی خانه، در راه، به نزد دوستان یا در پهلوی یک مرکز سودا ارسال نمایید. لیکن هر روز این چیز لازم و مهم برای رسانیدن حالت‌های هستند که شما از نشانه ها دور هستید. در جایی که کاتج یا خانه ساخته می شود و در آنجا نشانه ها گذاشته نشده اند. پس با کارفرمایتان در تماس شوید و بپرسید که آن کدام کوچه است و رقم خانه ساخته شده ایستاده چند می شود. او شما را خبردار می کند. کاغذ را یافته و آن نام کوچه و رقم خانه را دستکی نویسید. مثلا ورق را به تحکرس خانه گذارید و صورت گیرید. حتما در این حالت قاعده های بیخطری را رعایت کنید. امور شما را از میلیتسای خوب و بد محافظت می کند. میلیتسای خوب آن میلیتسای است که وقتی که شما با او گفت و شنید کردنی می شوید و با او پاره دادنی می شوید، او نمی گیرد و حتی برای پاره‌دهی شما چند قدر نباشد، خواه 100 خواه 200 روبل شما را حبس می کند. همان است. میلیتسای بد همان است که شما با او گفت و شنید کرده می توانید ولی او شما را تماما به پول می گذارد. همین طور برای آن که حبس نشوید و با پول بمانید شما باید هر روز با کلید رقمی مهاجرت گشایید. همین که شما مهاجرت را گشودید امور شما را محافظت می کند. هنگام فرستادن عکس مهاجرت گشوده حسابیده می شود. اگر شما عکس نفرستادید پس شما مهاجرت خود را نگشوده اید و در این حالت میلیتسه ها و سرکارها می توانند و شما هر کاری که خواهند کنند و امور شما را محافظت کردن نمی تواند و هیچ کس شما را محافظت کردن نمی تواند. نه معلومات نامه جای استقامت با مهر کبود و نه هموطن شما نه حقوق شناس. تنها امور شما را محافظت کردن می تواند و شرطی که شما به امور هر روز مراجعت کنید. مثال های هستند که در شهر یکاترینبورگ و ولایت سوردوسک و فدراسیون روسیه دهها صدها هموطنان شما الکی حبس شده اند. 100 هموطن شما برای کوشش سازش از روسیه بیرون شده اند و دهها صدها و هزارها نفر هموطنان شما در دست میلیتسه های بد کار میکنند که پیوسته از آنها پاره میگیرند و شما برادران فکر میکنید که با کسی سازش کرده اید. در روسیه به شما لازم نیست که به کسی گفت و شنید کنید. در روسیه شما باید طبق قانون زندگی کنید و همه اش برای شما خوب می شود. امور شما را موافق قانونی زندگی کردن یاردن می دهد و شما را محافظت می کند. اینچنین شما می توانید شهروندی روسیه را زود به دست آورید. به صف قوه های مسلح فدراسیون روسیه داخل شوید. معلوماتی بیشتر را از امور پرسان شوید. زیاده از 100 نفر هموطنان شما الکی به طور رایگان یاری بلند اختصاص حقوقی گرفته از زندان و از دپارتاسیا به وطن حفظ شده اند.